حالا دیگه ماندانا خودپنان جهنم شده بود و دیگه نمیتونست به زمین برگرده. تنها راه برگشت این بود که تو بلندترین شب در قبل از طلوع از این گود اهریمنی که توی دنیای جادویی بود برای رسیدن به آرزوش که برگشت بود استفاده کنن. اونجا 4 فصل از همدیگه جدا بودن و مرزبندی شده بودن که گل اهریمنی توی فصل زمستون بود. ماندانا باید قبل از بلندترین شب به گل اهریمنی میرسید و حداقل 5 روز بود که ماجراجویی رو شروع کرده بود و فقط 9 روز مونده بود. چند قدم جلوتر ماندانا یه سری چیزو دید که فقط توی دنیای انسانو پیدا شد، اما هیچی اونطوری که یادش بود نبود. پس نیمه شیطانیش اطلاعاتی از جهنم آورد. تا چند کیلومتر جلوتر کلان تدخان بود و اگر مقابله نمی کردند و ابد اونجا زنده نمی شدن. بس چون نیمه شیطانی دلش مثل انسانا نبود کنترل رو به دست گرفت و راحت رد شد. ماندانا متوجه تغییر رنگ‌ها شد. سمتی که تدخان می‌ریدن رنگ برگا زرد بود و سمتی که اونا بودن رنگ برگا نارنجی بود. پس فکر کرد شاید برگا هم توانایی‌های خودشونو داره.